بله آقا. بیایید در اون طرف باز. علی تو چی کردی؟ میخوایی دزدی کنی؟ اینم کو. اونجا چی گفت شده؟ نمیشه اینو نمیکنم. گفتم اینم کو. آرام باش علی بیادر. اینم کو. علی بچه خدایا چی کنم؟ بگو فاروق. بیا خان صاحب من میبرم. علی مرا با چاقو زد فرار کرد. زود باشین آقا. آی صبر کن کمی صبر کن بچه. لیلا دخترم شرکت صاف‌سودا داروهایро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас дороҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ дороҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан дороҳои бта, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар тикток sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед ба шумо тахфиф карда мешавад. در اصل دلیل آمدن ما به اینجا باید بگویم که به خاطر یک کار خیر است. میفهمی که خان شدن نواسیم دوران اعلان شد. حال عروسی کردن و تشکیل دادن یک خانواده بر شرط است باید زندگی خود بسازه. به این خاطر ما تو را دیدیم و خوش کردیم، چرا که مناسب خانواده ما هستی، با تربیه و با ادب و با عزت هستی. خواهش میکنم مادر جان. اگر تو هم راضی هستی پس امشب امرای دوران به تنهایی شیشته با هم گپ بزنین و تصمیم بگیرین، یکی دیگه خود از نزدیک بشناسین. چی نظر داری؟ البته این کارا موضوع نصیب و قسمت است، یعنی حتما میشه گفته نمیتونین. همدیگه را خوش میکنین یا نمیکنین بعدا معلوم میشه. عروس شدن ما به خانه کرمانیا یک افتخار بسیار بزرگ است. هر وقت دوران خان مناسب دیدن باز ملاقات کردن میتونیم. درست است. خانم کاکا چی شده؟ علی کجاست؟ خدا لعنتش کنه، ای از بین رفته. علی تو قاتل شدی بچه. بله رستم، زود با پلیس زنگ بزن. بگو در قصر دزد داخل شده و یک محافظ از بین برده. عجله کن.
کس دیگه خو ندید نه؟ در قصر کس دیگه خو نیست. زهرا هست. زهرا داخل است. شما منتظر باشین. زهرا من اینجا هستم، لطفاً از اینجا بیرونم کنه. تو اینجا چی میکنی دختر؟ علی خانه چیزی را میپالید. وقت ما او را دیدم دروازه را از پشتم قفل کرد. در بیرون بسیار سر و صدا و خال مغال بود. چیزی شده؟ نه خیر، چیزی گپ نیست. علی هست دیگه. کی جرأت میکنه که در روز روشن داخل قصر ما شود؟ او احمق حتما از راه دروازه داخل شده. اتاق مرام تلاشی کرده و احمق. اما او از کجا میفهمید که طلا در وک الماری نوجین مادر از قدیم خان؟ بس از دیگه بانین. یک بلا بود از سر ما بخیر گذاشت. فردا در اولین کار باید به دیدن خانواده محافظ برین دوران، تا خانواده و اولادش گشنه نمانه. درست است مادر کلان، هرچی لازم باشه انجام میتم. با ما اجازه بتین. با لیلا دختر مام سلام مرا برسان. علیکم سلام. دوران خداوند از تو راضی باشه بچه. اگه تو نمی بودی حال علی در زندان می بود. خواهش میکنم خانم کاکا، شما هیچ تشویش نکنین. از این گپ کسی خبر نمیشه. او حال کجا بوده میتونه؟ یک بار نره خدا تسلیم نکنه. افراد ماده هر جای او را میپالن. با زودترین فرصت پیداش میکن. فعلا خداحافظ. زنده باشی. مواد داری بیادر نه؟ پول؟ پول بته. پول طلا درست است بیادر، اصلیست. فعلا خدافظ. با ما کمک و فاطمه خواهر، زهرا باید یک بار معاینه شود. امکان داره او آماده عملیات نباشه. اگه از قصر خبر شوند که زهرا حامله است هرگز اجازه نمیتن طلاق بگیره. اما هرچی عاجل باید سخت شوه. زندگی دختر من بعد تو از خاله فاطمه. لطفاً به ما کمک کن. باور کنین اصلا درباره این قسم یک پیشنهاد فکر نکرده بودم. یک جا شدن به خانواده اصیل مثل شما برام افتخار بزرگ است. اما مهمتر از این که خانم شما باشم برام یک دنیا خوشی است. به خاطر که من انتخاب کردین بسیار زیاد تشکر میکنم. تو را ما انتخاب نکردیم.
نوجین مادر انتخاب کرده. ما فقط خواست مادر کلان ما برآورده میسازم، فقط همین. بیبی لیلا، تو یک دختر هوشیار هستی. اگه از ما محبت انتظار داری و بعد از عروسی همراهیم رفتار خوب نکنی، بس نیاز نیست با هم عروسی کنیم. به خاطر که من تو را دوست ندارم و هیچ وقت هم نخواد داشتم. اما من شما را بسیار زیاد دوست دارم و همیشه هم دوست خواد داشتم. با هر بار دیدن طرف ما یک خانم فداکار، یک همسر صادق و یک دوست وفادار خواد دیدین. خوشی شما مقدم تر از همه چیز است برام. تا آخر عمر منتظر محبت شما خواد بودم. اوق خیالات بزرگ نداشته باش، جگر خون میشی. نوجین مادر، زهرا هیچ خوب نیست. از صبح تا حاله مثل برگ میلرزه دختر بیچاره. استفراغ کردن نفسش برآمد. رنگش کاملا سفید شده. خدا نکرده او چیزی نشده باشه نوجین مادر. چرا او را چیزی شده باشه فاطمه جان؟ تمام اینا را به خاطر فرار کردن از کار انجام میده. نمیخوایم مشکل او دختر دگام زیاد شود. با او دکتر زنگ بزن قدیم. بگو که زهرا را صبح به خاطر عملیات میاریم. نمیخوایم که دچار مشکل شویم. چرا تا هنوز زنگ نزدن؟ یا که خاله فاطمه از گپ زدن با نوجین مادر منصرف شده؟ گپ میزنه جانم، چرا منصرف شوم؟ چی بفهمم؟ بله بفرمایین قدیم خان. درست است. پس فردا در شفاخانه منتظر زهرا هستیم. شبتان بخیر. درست شد. فردا میاین؟ میاین. خدایا هزار بار شکرت. خداوند از تو راضی باشه زینب. از تو. بریم زهرا جان، تو را باید دوباره معاینه کنم، درست است؟ بیا. اینا در شفاخانه چی میکنن؟ از کجا خبر شدن که زهرا عملیات میشه؟ خیریت است. شما چرا دویده آمدین؟ به خاطر زهرا آمدیم.
ضرور نیست که بترسی زهرا جان. فقط یک معاینه عادی است. دختر نازم هیچ نترس بیبی، من در کنارت هستم. فقط تو را معاینه میکنه، چیز را حس نمی کنی، احساس دردم نمی کنی. هدیه خانم، خیرت است، به خاطر زهرا اینجا آمدین؟ بله، نوجین مادر خواست. میشه اینجا بشینی؟ ازت یک سوال دارم دخترم. دکتر زینب و ملکه بسیار صمیمی معلوم میشن. او معلم قبلا هم اینجا آمده بود یا نه؟ ندیدیمش، اما تشویش نکنین، من متوجه زهرا می باشم. خوب است. این عملیات چند ساعت طول خواهد کشید؟ قدیم از صبح وقت تا حالا هیچ چیز نخوردیم، ضعف خواهد کدام. بیاین که من شما را به کانتین ببرم. وقتی که ختم عملیات نزدیک شد براتون خبر میدم که بیاین. خوب است. قسمه که تخمین کرده بودم هر چا جلبای طفل زهرا را سخت کنیم. دیسن به دنیا آوردن طفل خالی از خطر نیست. پرستار آیسر، مریض عملیات میکنیم. عملیات خانه را آماده بسازیم. درست است. شما چی گفتین؟ جانم، دمیدید یک زخم کوچک وجود داشته، به او خاطر همیشه میدید درد میکده. باید تو زخم عملیات شود تا از بین بره. زینب خواهرت را امروز از این درد خلاص میکنه. مادر زیاد درد خواد کرد. نه خیر هیچ درد نمیکنه، به خاطر که تو بسیار یک دختر قوی هستی. ما هم در کنارت هستم و بیازو یک عملیات کوچک میباشه، اما تو نیست خواهرش. راست میگه زهرا جان. نه ترس دخترم، من پیشت هستم. وجود زهرا آماده عملیات نیست آزاد. زینب طفل سخت میکنه. همگی فکر خواد کردن که در بدن زهرا یک زخم است. در دوسی شفا خانم همه قسم درد شد. مادر شکمم پاره میکنن. ای دیگه چی معنا میده؟ یک سوزن زرق میکنن و بعد از تو هیچ چیز نمیفهمی. مادر من بسیار خنک میخورم. نه ترس دخترم، بخیر خوب میشی. وقت به هوش آمدی همه چیز خلاص میشه و مامان اینجا میباشم و دستت میگیرم. درست است؟ شما دیگه از اینجا پیش رفتن نمیدانین. مادر شما بیاین لطفاً. اما من داخل رفتن نمیدانم دخترم، همینجا میباشم، همینجا منتظرت میباشم. برو جانم. مادر جان من زیاد میترسم. دخترم تو بسیار قوی هستی، من منتظرت هستم. درست است؟ مادر حالا برو. مالکه
حسن بیادر در اتاق دکتر زینب نمونه های خون مانده. کلیدش بدین ضرور کار دارم. اینجا بسیار سرد است. چند دقیقه بعد سردی را حس نمی‌کنی. تو مکتب رفتی؟ حساب کردن یاد داری؟ دکتر زینب کجاستن؟ چی وقت میرسن؟ به خاطر عملیات آماده میشه، چند دقیقه بعد میرسه. این خود دوسیه عملیات است. زهرا خوب حامله است. بله فعلا مصروف هستم، بعدا برات زنگ میزنم. طفل زهرا را سخت میکنن؟ من چند دقیقه بعد میایم. اینجا چرا در طرف عکس طفلا هست؟ به خاطر که مادرها از سقط جنین منصرف شوند. سقط جنین چی است؟ به این معنی که چند دقیقه بعد طفل شما را سقط میکنیم. شوهرتان آمدن همینجا هستن؟ گفتین طفل؟ شما چند ماه حامله هستین؟ من حامله هستم. چی؟ شما چی میگین ها؟ من حامله نیستم. شما چی میگین؟ شما اشتباه میکنین دکتر زینب. دکتر زینب صدا کنین، او از همه چیز خبر داره. گفتم من حامله نیستم. درست است، آرام باش. علاج کنین. مرا علاج کنین. چی گپ است؟ زهرا آرام باش. زهرا تو خوب هستی؟ چی گپ است؟ نمیفهمیدم. مزید میخوام. نه خیر. بگوین که اینا اشتباه میکنن. برای اینا بگوین که من حامله نیستم. دکتر زینب حامله نیستم. درست است، تو رفتم میتونم. علاج کنین. مرا علاج کنین. زهرا جان درست است. چند دقیقه بعد کل چیز معلوم میشه. انشالله. فرض میکنیم که شاهد یک قسم یک حادثه هیچ نبودیم. نه خیر، امکان نداره. زهرا؟ چی شده یک دانیم؟ ترسیدی؟ پرستار برش همه چیزا گفت.
دختر. خواهش میکنم برام بگوین که معامله نیستم. مادر جان لطفا معامله نیستم. نی بگوین که همه دروغ است، همه تو نیست. عزیزم مزرعت میخوایم. نمیخواستم با شنیدن این گپ جگر خون شوی. مزرعت میخوایم. حالا پادر موبایلتون رو جواب بدین. خدا لعنتش کنه خاموش است. دستر برا. به خاطر دوران 1000 دختر در فکرم آمده بود، اما نوجین مادر گرفت. یک دختر بدقواره و یک پرستار بیکاره را بلای جان بچیم ساخت. قدیم اوه فقدر گپ نزنه دیگه مادرم. حتما در مورد خوبی دوران فکر کردم، اما تو نیست. قدیم از قدیم گفتن دختر باید با اصل و نسب باشه. چطور میتونین قبول کنین او لیلایی که نی نام پدر داره و نی از مادر به قصر کرمانی های بزرگ عروس شوه؟ اگه تو قبول کنی یا نکنی دوران با لیلا عروسی میکنه. حالا که کل چیز رو برا شده آرامش ما از بین نبر. راست نمیگم فاطمه؟ خب اگه بگویی مقبول است، مقبولم خونیست. مادر حالا اینا هم رای ما چی میکنن؟ طفله که در بدنم است بیرونش میکنن. یک دانه بیبی باید قبل از اینکه اعضای قصر خبر شون که تو باردار هستی و باید طفله سخت کنی. اگر نه اجازه میتن که طلاق بگیری و نه که همراهی ما بیایی. منو درک میکنی اما تو نیست. زهرا جان تو یک دختر بسیار هوشیار هستی. باز هیچ تشویش نکن. مادر در پشت دروازه منتظر تو می باشه. درست است؟ حالا ملکه من همینجا هستم. درست است؟ تشویش نکن خوب میشه. لطفاً متوجهش باشه. حالا دیگه بیا زهرا جان. بیا که بریم زهرا جان. آی خدا خودش است. علی بخیز. او خدا جزای تو بده. علی بخیز دیگه. کرمانی ها را خوبان اگه اینجا بخوابی مرام پیشی مردم می شرمانی. بخیز دیگه علی بخیز. وای تو به خدا. علی بخیز. اینه چی شده؟ این اون بچه کرمانی ها نیست. زهرا از همه چیز خبر شد. اوف. دوران آمد. خب چی میشه که آمد؟ به خاطر بردن زهرا آمده. ما باید دور از اینجا ببریم. حالا چشمایت بسته خواهد شد و یک خواب بسیار شیرین خواهد دیدیم. تمام حوادث بد فراموش کو و چیزای خوب فکر کو. درست است؟
حالا دیگه زهرا جان چشمایت بسته که و از دبا پایین است. زینب دوران آمده. زهرا را میبره. باید همه از اینجا بریم. بخیز دختر. مادر لطفا مرا با اون نده. البته که نمیتونم دخترم. حالا خب کجا میریم؟ یک بار از اینجا بیرون شویم باز گپ میزنیم. خانه ما بریم. هیچ کس نشانیشو نمیفهمم. درست است. خان صاحب عجله کنین، در عملیات خانه هستن. زود باشین آزاد، اینا را از اینجا ببر. من نشانی خانه را در پایان برتون روان میکنم. خب طفل، اون موضوع رو به یک شکل حل میسازیم. وقت جای مناسب پیدا کردم برتون خبر میدم. از این طرف از این پشت سر پایین شوین. عجله کنین. در اینجا داخل شدم و میتونید صبر کنید. دکتر از پیش روی پس شو. دکتر فقط یک بار میپرسم زهرا کجاست؟ من نمیفهمم. مریضم داخلین لحظه از عملیات منصرف شد. همراه مادرش از اینجا یک جای رفتن. حرکت کن. خیرت باشه انشالله. دوران چی گپ است باشیم؟ دیگه چی گپ باشه؟ عملیات زهرا سخت طفل بوده. زهرا عامل است. اینجا آمده بود طفل از بین ببره. مادر لطفا مرا با اونو نده لطفا. نترس دخترم، اینه دیگه میریم. صبر کن. وای من قربان کلتان شوم. به خدا بسیار مردم با احساس هستین. از برکت شما کسی در جنجال نمیمونه. میفهمم که بیام کمک میکنه، اما یلی خود ماست. فشارش پایین شده، بیچاره از جایش بلند شده نمیتونه. خداوند ازتون راضی باشه. من تمامش براتون دانه دانه قسم میکنم. بفرمایید شما چای بنوشین بچیم. با همگی چای مده کالا. بفرمایید صدقتان شوم. بفرمایید. الا علی بیدار شو بچیم، بیدار شو. بخیز تو رو به قصر میبرم. بخیز بچیم بخیز. ایلیم خودم رفتم میتونم. کجا رفتم میتونی؟ تو از جایت خیسته نمیتونی. گپ دگام میزنه باز. برو. دیوانه مکره. تو ده اینجا چی میکنی ها؟ خاله فاطمه! تو چی کردی؟ ای بزرگ میشه. من چه خواد کردم مادر؟ این قسم نخود شد. درست است؟ تو در این باره فکر نکن. دکتر زینب در این موضوع ما را کمک میکنه. از این موضوع نجات میافیم. درست است؟ تشویش نکن جانم.
کجاستن؟ اونا کجا رفتن؟ ایچی بهتر بگی است آقای محترم. من گفتم که نمیفهمم. مسئله خانوادگیتان از برین بین خود حلش کنین. متوجه نیستی که با خود چه قسم درد سر جور میکنی؟ اگه تو در این کار دست داشته باشی یا اگه به او طفل ضرره برسه تو را زنده نمیمونم. فهمیدی؟ مستعد شما نمیترسم. وقت سلامتی جان کس مطرح باشه هر کار از دستم بیایی انجام میدم. از هیچ کس نمیترسم. حالا از اینجا بیرون رفته میتونین. امیاله. خان صاحب کدام خبری است؟ او دکتر چیزی را میفهمه. متوجهش باش. در موردش همه چیز بفهم. خانهش کجاست؟ خانوادهش کی است؟ شما تشویش نکنین خان صاحب. من همیال تحقیقات میکنم و براتون احوال میدم. زنده باشی. در قصر همگی از عامله بودن زهرا خبر شدن. زهرا را هیچ وقت به من نخواد دادن. منتظر خانم زینب می باشیم. گفت جای مناسب اگه پیدا کردم خبر میتون. درست است. اگه پیدا نتانست چی؟ اگه جای مناسب فراهم نتانست چی؟ اگه تا او وقت دوران نشانی ما را پیدا کنه باز چی خواد کردیم؟ آزاد زهرا اگه این طفل به دنیا بیاره امکان داره بموره. این لباس زینب خالد برات بسیار میزیبه. آقا دورانم خبر شد. بزودی همه که خبر میشد مادر. باز من طرف هیچ کسی دیده نخواد دانستم. دیدن نمیتونم مادر. اینه بیبی او عملیات را که در موردش گفته بودین در اصل کورتاژ بود اما ترس یعنی ما با دستای خود نواسی ما که هنوز تولد نشده به مرگ محکوم کردیم. از کجا میفهمیدیم مادر جان؟ چطور جرأت میکنن که این کار انجام بتن؟ اون ماره که ملکه نام داره چطور میتونه این کار انجام بته؟ چرا جرأت نکنه نوجین مادر؟ نواسه شما آزاد کرمان از اونا حمایت میکنه. جرأت هر کاری را دارن. همه چیز اوی قسم برنامه ریزی کرده. دوران خبرشان رسید اما آزاد دوباره فرارشان داد. خدا کنه که پیدایشان کنه. آه آزاد آه، میخوایی نسل ما را از بین ببری؟ این روزاران برم نشان دادی آزاد ها؟ دروغ میگه مادر. آزاد گروه یک طفل بی گروه را به گردن نمیگیره. این تهمت‌ها دیگه کافی است هدیه. او دروغای خود برملا بساز نه؟ چرا نمیگی که همگی ما را فریب دادی؟ حاتمه ایره به اتاقش ببر. بی از او به اندازه کافی درد سر داریم. من راست میگم نوجین مادر. چرا به گپای باور نمیکنین؟ فریب میتن. همگی ما را فریب میتن. دروغ میگن. علم کنین مادر. مادر خداوند عقل هیچ کس از سرش نگیره. عروس کوچک تو زهرا حامل است. آزاد بچه تو را کمک میکنه تا که طفل خود سقف کنه. چی اولادایی داری؟ و تو هنوزم به ما میگی که هدیه تو کرد هدیه او تو کرد. زهرا حامل است. زهرا طرف مسئله کو جان مادر. باید سرت بلند بگیری. خوش کنی که سرت خم نکنی. تو کار بد نکردی و نباید از این کارت بشرمی جانم. کسایی که کار همراهت کردن باید بشرمن. فهمیدی؟ تو باید قوی باشی. خب من چی؟
مرا چی خواد شد مادر؟ رئیست مادر خواد شدم. زهرا دختر مقبول من، وقتش که رسید البته که مادر خواد شدی. اطفال زیاد خواد داشتی اما فعلا نه خیر. حالا بسیار وقت است، تو هنوز خودت طفل هستی. یک دانه در این باره فکر کرده خودت جگرخون نساز. من همه چیز حل میسازم، تو تشویش نکن جانم. درست است یک دانه؟ جان مادر خودت جگرخون نساز، آرام باش. بسم الله الرحمن الرحیم. زینب گوون زمان خانم گریه نکو دیگه. اینقدر جگرخونی بس است. لطفا گریه بس کو دیگه. آسان خو نیست فاطمه. بانش که کم گریه کنه. بگی آب بنوش، آرام خود شدی. ما چیزی که تو آوردی نمیخوایم هدیه. کار از کار گذشته زمرو. بیبی آزاد گم است. نمیخواه که خانم شود. بان که دوران بچیم کارهای قصر منظم بسازه. تمام کارها را به دوش گرفته کار کنه. بگی کم آب بنوش آرام میشی. بگی دیگه. به دروغایتان ادامه دادن نمیتونید. یک کسی به ما باور خواهد کرد. اینا کجاستن ها؟ بله. نشانی خانه زینبه پیدا کردم خان صاحب. زینب هنوزم زنگ نزد. کدام اتفاق بد نفتاده باشه؟ دا فکرت گپای خرابت جای نته. این قسم کارا قسمه که فکر میکنه مقدر آسان نیست. بیادر همگی میگن که زهرا حامل است. این حقیقت داره؟ متاسفانه حقیقت داره. بیادر ما از زهرا طلاق گرفتن نمیتونم. تو بگو من چی خود کردم؟ تشویش نکنی. گوش کن. هم تو و هم زهرا بگوین که میخواین طلاق بگیرن یا نه. قاضیام نظر به گفته های شما فیصله. تو هنوزم با کدام حق درباره دختر فکر میکنی؟ پشت دختر من رها کن و زندگیش بیرون شو. تنها چیزی که از تو میخوایم این است که زهرا از تو طلاق بگیره. دیگه چیزی نمیخوایم. تو به خاطر چی به تشویش هستی؟ میخوای چی رو بفهمی؟ میخوای بفهمی که وقت زهرا طفل به دنیا بیاره از بین میره؟ اگه طفل به دنیا بیارم میمارم.
شما هم اینجا باشین. پاشام نباید اینجا پر بزنه. رستم بفرمایید خان صاحب. ما به خانه دکتر زینب میریم. حالا حرکت کنین. یک تفلکی خانواده دراست و او را دیده نتونیم. شما چطور قسم فریب خوردین هدیه؟ تو چطور فاطمه؟ ای کار است که شده نوچین مادر. دوران زهرا و نواسی تا به زودی اینجا خواهد آورد و وقتی موضوع طفل مطرح باشه قاضی دستور طلاق زهرا و ولی را صادر کرده نمیتونه. هیچ وقت اجازه نمیتم که ازم دیگه طلاق بگیرم. زهرا ای طفلک متولد میسازه. علیام هم از خانم خودو هم از طفل خود مراقبت میکنه. ما کرمانی هستیم. اگه مردم بشنون عزت ما، شان و شوکت ما از بین میره. متاسفانه ای گپایت به حقیقت تبدیل نمیشه. نه از تو نه از دوران. اگه کلتانم یک جای شوین مانع طلاق ما شده نمیتونین. حد خدا بشناس علی. متوجه حرفایت باش. دوران از موهاش گرفته او دختره به قصر دوباره میاره. باز خواد دیدی علی. شما چی بخواین چی نخواین زهرا حتما به مادرش خاطر رسید. فهمیدین؟ او دیگه عروسی خانه لعنتی تا نخواد بود. صبر نکنین، یکی دیگه بزنین. اگه دلتان یخ نکده مر از بین ببرین. بعد از دیگه درد احساس نمیکنم. بیبی که او ملکه با خانواده ما چی کارهایی که نکرد. بعد از اعضای خانواده ما گپ ما را گوش نمیکنه. پیش روی ما کلان شدن. او یک فتنه است. مادر خوب هستین؟ برتان آب بیارم؟ بره. اگه از پیش تو فرار کرده پیش مادر خود رفت، باز پایایش بشکنن تا دیگه جرأتی کار نکنه. باز یک گوسفندم قربانی کو. بیبی که چه قسم میایه و با پایایت مفته و ازت معذرت میخواه. او استاد دیگه از حد خود گذشته. با زودترین فرصت باید به دار زده شود. در ضمن دوران باید ای کار حل بسازه. بفرمایین. در پشت دروازش منتظر هستم. هنوز از اتاقش بیرون نشده. حال که آب سرده ننوشیدی خانم زمرد. ای کاره اما تو خشک خشک به جای غذا خاد خوردی. آی بسیار زیاد نیست یه خانم. ایره باید دستی کاس آماده میکدی. حالا تا آخرین قاشق سرش بخورن فاطمه. میرم همه چیز با آزاد میگم. او به من باور خواهد کرد. تو را تباه میسازم هدیه. زمرد خانم خیرت باشه. کجا میرین؟ هیچ جای. چای چپه شد از این خاطر لباسم تبدیل کردم.
خواستم براتان یک کمی غذا بیارم. راست شیر همیال آماده کدام قبل از اینکه سرچه نوش جان کنین. زنده باشی، دستت درد نکنه. نوش جانتان. خوب، بازمش جای خوب برتان میخوایم. این انگشتر نوجین مادر است. ما چی کردیم؟ ما چی کردیم؟ ما بسیار معذرت میخوایم. یک لحظه مانع خود شده نتانستم. علی بیادر تو هست. هرچی که برام بگویی حق به جانب استی، اما این بغض وجودم خلاصی نداره. هیچ وقت هم خلاص نخواهد شد. تمامش تقصیر ماست. به وعده هایی که داده بودم وفا نتونستم. از علی و زهرا مراقبت کردن نتونستم. تو هرچی که از دست آمد انجام دادی. حتی خانواده در مقابلت قرار دادی. دیگه چی کنی؟ تو فداکارترین انسانی هستی که در دنیا دیدیم. بله زینب. ملکه، همراه کلینیک به خاطر کورتاژ گپ زدم. یکی از دکتر اونجا را من بسیار خوب میشناسم. همه چیزا برش گفتم، همراه ما کمک میکنن. درست است. خب مال برد نشانیش روان میکنم. درست است. 2 ساعت بعد در اونجا میبینیم. متوجه باشین. به شما چای آوردم استاد. ما چای نخواسته بودم. لطفاً بار دیگه بدون تک تک وارد اتاق من نشین. معذرت میخوایم، دیگه تکرار نمیشه. بله خان صاحب. دکتر زینب چند دقیقه پیش در موبایل با کسی گپ میزد. لوازم خود جمع کرده، فکر میکنم که از شفاخانه بیرون. درست است. ما میایم. تا وقتی که ما آمده ایم به هر شکلی که شده او را معطل بساز. علی تو را چی شده بچه؟ خدایا خودت سر ما رحم کن، ما را از بدبختی نجات بده. کم مانده بچه،
بسیار زود حقایق برملا میشه. بعد از این سلطنت ما شروع خواهد شد. مادر آمدن، با بردن ما آمدن. درست است، نترس، درست است. استاد مرا ببخشید، به خاطر که پیشتر در اتاقتان به اجازه داخل شدم معذرت میخوایم. درست است، نه خیر، مهم است. هرچی نباشه شما در اینجا دکتر هستین و من فقط یک پرستار هستم. حالا بچه کمیته سر برو. دکترها بعض اوقات ما را تأخیر میکنن، با کوچکترین اشتباه بالای ما چیخ میزنن، اما شما این قسم نیستین. این کارشون کاملا اشتباه است خانم پرستار. اگه شما پرستار نباشین کار ما بسیار مشکل میشه. کاش که هرگز مثل شما فکر کنه. معذرت میخوایم اما ما باید عاجل بیرون برم. یک وقت دیگه مفصل با هم صحبت میکنیم. درست است؟ آرام باش دخترم، نترس، چیز نمیشه. من نمیرم مادر، من نمیرم. درست است. تو تشویش نکن زهرا، هیچ کس تو را بردن نمیتونه. آقا آزاد لطفا اجازه ندین که مرا اونجا ببرن. نترس عزیزم، نترس. دروازه را باز کنین. من میفهمم که شما داخل هستین. باز کنین. نترس، چیز نمیشه، نترس. خان صاحب، دوران خان دستور داده که عروس کوچکه به خانه ببرن. با دوران خانتان بگوین که آزاد خان زهرا را به کسی نمیته. مرا ببخش خان صاحب. داخل رفتن نمیته. خان صاحب بدون گرفتن عروس کوچک هیچ جایی نمیرم. گفتم داخل رفتن نمیتونیم. فکر کنم شما با گپ نمیفهمین. اونا رفتن خان صاحب. سوار شو. میگم با آزاد همه چیز میگم. بچه ما باید خان شود. خان بودن حق آزاد ماست. ملکه، زهرا، بیاین. مطمئن هستی که از امیر رفته؟ بله. خب کجاست؟ چرا مانعش نشدی لیلا؟ ما برات نگفتم تا که من آمدیم اجازه نتی از اونجا برم؟ کوشش کردم اما گفت که ضرور کار داره. تو با خدایا. ها خودش است، موتر سفید. تعقیبش کنید. عجله کو تستر برو. بله زینب.
حرکت کنیم. بله همه حال حرکت میکنیم. تو چی کردی؟ مم تا 15 دقیقه دیگه اونجا میرسم. درسته زینب، ناوقت نکنی جانه. غذای خود خورد یا نه؟ تمامش خورد خانم. بسیار خوب، نوش جانش. آفرین به تو هم زن. جمال میفهمیدم که تو نمردی. ببینم که کار عاجل تو چی است. کجا میری؟ جمال شما جمال ندیدین؟ جمال جمال تو کجاستی؟ جمال روزتان خوش بیادر جان. فکر میکنم این خانم زمرد است. جمال مرا تنها نمار، پیشم بیا. خانم زمرد خیرت است؟ چی شده؟ شما جمال را ندیدین؟ جمال خان فوت کرده دیگه نیست. نه خیر، جمال خان فوت کرد. نه خیر، همگیتون دروغ میگید. جمال کجاست؟ کجاست؟ جمال زیاد دور است؟ زیاد دور نیست. 10 دقیقه بعد میرسیم. نترس یک دانیم جان مادر. هیچ نترس جانم. همه چیز خوب میشه. دختر قندم. پشت ماره چیلا نمیتین اما تا با خاطر چی اینجا رفت؟ فکر میکنم فهمید که ما تعقیبش میکنیم. تو منتظر باش. وای خان صاحب خوش آمدین. براتون قهوه بیارم. نمیخوایم. خان صاحب ببینین که ما کار خود شروع کردم. چطور است؟ خوب معلوم میشم؟ بله مثل براد پیت شدی. او کی است؟ حتما آدم خوب است. چقدر مقبول آمدین به خدا. کدام دختر بیگانه رو اینجا دیدی؟ بله خان صاحب، اما فورا رفت. خدا لعنتت کنم. بریم. زود باش حرکت کن. مادر زمرد نیست. یعنی چی که نیست؟ تمام قصر دیدین؟ دیدم مادر جان. نیست.
رفته. بدون اجازه کجا رفته میتونه؟ همین حالا به قدیم زنگ بزن. تو نمردی جمال. من احساس میکنم که زنده هستی. هیچ کس نمیفهمه، اما من میفهمم که تو زنده هستی. چرا از من فرار میکنی جمال؟ چرا پیش من نمیایی فرار میکنی؟ خان صاحب چی شده؟ فرار کرد و رفت. بالاخره کجا خاطر رفتی دکتر؟ حتما پیش دکتر متخصص رفته. او کجاست؟ 2 مکان وجود داره خان صاحب. حتما به یکی از اینا رفته باشه. سوار شوین. بیا دخترم. از چیز نترس. بیا زهرا جان، بیا یک دانه مادر. بیا که بریم. بیا یک دانه. کسی ندیدم مادر. تمام محافظین امرای دوران به تعقیب زهرا رفتن قدیم. ما فکر میکردیم که در اتاقش هست. علی شاید دیده باشه. علی مادرت کجاست؟ مادرم کجا؟ ای احمق دیوانه را بیبی. جمال، ما خدا چه قسم قانع بسازم. تو نمردی، میفهمم زنده هستی. این قبر خالی است. کلگی باید بفهمه که این قبر خالی است. جمال تو نمردی، زنده هستی. نمردی خانم زمانت شما چی میکنین؟ نمردی. زینب زیاد ناوقت کرد. تا حالا باید میرسید آزاد. فعلا در راه است. به من زنگ زده گفت که میرسم. مشکل دختر شما را میفهمم. خاطرتان جمع باشه، مشکلش حل میشه. ما با دخترم زیاد گفتم اما زیاد میترسم. هیچ نترس زهرا جان. بسیار یک عملیات ساده است. بله بسیار آسان است، اما زهرا زیاد خورده است. متاسفانه در اینجا قبل از اینکه دخترها به سن قانونی خود برسن، خانوادش جبران او را عروسی میکنن. کاش که پیش از وقت جلوه کارا بگیرن. ازدواج قبل از وقت مصیبت‌های زیادی را به بار میاره. بله شما راست میگین خانم دکتر. ما کوشش کردیم که مانع شویم، اما موفق نشد. این مسئله این است که با کوشش 2 نفر از بین بره، این مردم بر رسم رواجشان بسیار ارزش میتن. باید از تهداب از بین بره. ما شاهد بسیار وضعیت‌های بد هستیم. خوش آمدین خانم زینب. داخل هستن؟ بله داخل هستن. بسیار میبخشین که ناوقت آمدم.
همه چیز آماده است. میتونیم شروع کنیم دکتر صاحب؟ همه چیز آماده است، تشویش نکن. مرا تعقیب میکردن، با یک شکل از اونو خدا نجات دادم. مطمئن هستی که تو را تعقیب نکردن؟ نه خاطر جمع باشه تعقیب نتونستن، اما باید عجله کنیم به خاطر که شاید پیدا کرده بتانیم. من میرم آمادگی خودم میگیرم. بله کاکا عثمان. آزاد مادر در قبرستان از هیچ خوب نیست. آمده میتونی؟ درست است، امیاله میایم. چی شده؟ مادرم سر قبر پدرم رفته، وضعیتش هم خوب نیست. من میرم یک بار اونا را میبینم. درست است، تو برو. من متوجه میباشم، تو برو. زود خلاص میشه، نه ترس. درست است، من همراهت هستم. آفرین. ای چی حال است؟ نه از زمرد و نه از زهرا خبر داریم. نمیفهمم مردای خانه چی میکنن؟ در تعقیبشان هستند. دوران به تعقیب زهراست و قدیم هم در تعقیب زمرد. دیگه هیچ کسی باقی نمانده. علی بیازو از خود بیکار نمیشه. فاطمه. بله نوجین مادر. مواد خوراک را آماده بساز که به خانه فاروق ببرن. بچشم نوجین مادر، آماده میکنم. چی روزای بعد است؟ به خاطر مشکلاتشون مردم پیش ما می آمدن و حالی محافظ ما را در نزدیک دروازه خانه ما از بین می برن. علی ای تو چی کردی؟ علی تو با خود نیستی. علی آرام باش علی. گفتم اینو کو. همینجا هستن، طرف راست. هیچ نترسی یک دانیم. بیبی کلشان چقدر مهربان هستن جانم. نترس. بچه شما آقا، نه خیر، نتیجه بعد از چاش معلوم میشه. تشکر میکنم، زنده باشین، روزتان خوش. سلام، به نام زهرا یک مریض آمده؟ مطمئن هستین یک بار ببینین؟ نه خیر، به نام زهرا کسی نیست آقا. حرکت کنید. دختر قندم، همه چیز بسیار زود خلاص میشه جانم. ماده بیرون منتظرت میباشم، تشویش نکن. مادر لطفا نرین، مرا تنها نمانین، دست من بگیرین.
درست است نمیرم، همراهت میباشم. هرگز دست رها نمیکنم. اینجا نیستن. بس هست. بخیر خلاص میشه. کم صبر داشته باش، همه چیز خلاص میشه. خوب میشی جانه. این روزای بدم میگذره، تشویش نکن. همه خواستای تو برآورده میشه. یک جای زندگی میکنیم، هرگز از تو جدا نمیشم. درست است. یک دقیقه مطمئن شویم که اینجا هستن یا نه. سلام، ما از شفاخانه دولت به تماس شدیم. باید همیالا با دکتر زینب به تماس شوم. میتونین وصلم کنین؟ دکتر زینب اینجا نیست. ها راستی؟ برم گفته بود اگه خواستی همراهم گپ بزنی به همین شماره برم زنگ بزن. خب بگو اونا کجا رفتن؟ به ارتباط یک مریض باید فوراً همراه اونا گپ بزنم. راستش دکتر زینب هم اینجاست. گفتن به کسی چیزی نگو، از خاطر ما برتان چیزی نگفتیم خانم محترم. بله این گپه به مام گفته بود. اما فعلا عملیات است. درست است، من بعداً زنگ میزنم. تشکر میکنم. چی گفت؟ خان صاحب جای درست آمدیم، همینجا هستن. بیاین که بریم. زهرا جان حال از 1 تا 10 بشمار جانه. 10 9. آفرین دخترم. ما همیشه همراهت میباشم. دستت میگیرم یک دانه. 8. آفرین. 7. خدایا تو برای ما کمک کن. خدایا تو کمکش کن. استاد شوین. شما داخل رفتن نمیتونین آقا. اعلام کنین. چی میکنین؟ داخل شدن نمیتونین. بیرون بریم. دکتر از کی اجازه گرفتن که ای کارا کردین؟ با اجازه ما ای کارا میکنم و تو چی؟ من مادرش هستم. تو شخصی یک انسان هستی. اعلام کن دخترم. زینب، زهرا دخترم اعلام کنین. گفتم دخترم اعلام کنین. مرا اعلام کنین. لطفا اعلام کنین. زهرا دخترم اعلام کنین. دخترم اعلام کنین. خواهش میکنم. دخترم اعلام کنین. زهرا لطفا دخترم برام بدین. من از دخترم جدا نکنین. لطفا برات عذر میکنم. این کار نکن دوران دخترم بدین. ای که از کسی که دوستش داری دور باشی چقدر مشکل است. حالا شاید این فهمیده باشی. تو از محبت چی میفهمی دوران؟ دخترم برام بده. زیاد گپ میزنی. لطفا این کار نکن دوران. زهرا خواهش میکنم دوران. گفتم دخترم برام بده. زهرا
مادر شما چی میکنین؟ شما با ما باور ندارین. میگین پدرم مرده، این قبر خالی است، جمال زنده است، اون نمرده آزاد. آرام باشین مادر، گریه نکنین. بس است، آرام باش. مادر خلاص شد. مادرم کجاست؟ من در شفاخانه بودم. برام وعده داده بود که تو را تنان هممون مخالفاتم. چه باش دخترم؟ دوران خان تو را پیدا کرده آورد. وقت تو بیهوش بودی. پس عملیات چی؟ خوب گذشت نی؟ یعنی همه چیز از بین رفت؟ نه خیر، این طفل به دنیا می آید. طفل تو کواسیم است، خونم است. هیچ کس به او ضرر رسانده نمیتونه، هرگز اجازه نمیتونه.